بچه‌ها خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. فکر کنم من نرم. نه بچه‌ها اینا منن نی. آره امروز بچه‌ها امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. اومدیم پارت 2 این پارکوری که اون دفعه داشتیم میرفتیم. من روی آمتیس بودم و برای اینکه ویدیو بگیریم اومدم اینجا. آره حالا گورتا گم کن برو. آره بچه گم شدی که برو تو دهن من چیکار می‌کنی؟ میشه بری؟ خب بچه داشتم میگفتم اصلا من داره چیز میکنه خورد میکنه. بچه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بچه تا من خواستم یه چیزی یه دقیقه ساکت شو. بچه توی ویدیویی که هانس جون گذاشته بود بعضیاتون گفتین که همین خوبه، بعضی گفتین اون خوبه، بعضی گفتین هر دو خوب، بعضی هم یه کامنت هایی گذاشتن که نباید میذاشتن. آره خیلی پرروان. بچه این اسکین هانس خوشگل‌تره، خدای قبول کن. یعنی چی آقا چشاش سیاهه؟ بچه خدا قبول کنید دیگه. پروفایل هم حتی باید عوض کنیم. نومی الان ناراضیه که تو پروفایل نیست، باید پروفایل عوض کنیم. آره بچه نظر بدید. خدای اسپایدرمن من بگم اسپایدرمن چون لباسش و چیزش شلوارش اینجوریه. خب بچه من خودم چی بگم، پارت 1 پارکور رو چون من حافظم پر بود و فکرم داره ویدیو میگه ولی داشت نمیگه ساکت. به خاطر همین مجبور شدیم از دید جناب خانم میگن بانو بونس گوزو از دید اون بذارم و بله دیگه میذارم تو آش زدی تو چشم. بچه این جنگ تو دنیا واقعیه. اول بگیریم بس واسه هم آره دیگه نمیشه از اول بگیریم واسه هم. و آماده ای؟ بچه من یه کریتیو میگم چون اسکال وایسا اینترو نه ببخشید بیا اینجا. میگم آماده ای؟ بزن بریم. زیر میزنه. آمتیس خیلی آسونه. من یه بارم نیفتادم. آمتیس و وانترایی رفتم گوزو. بچه ما دارم میگم گوزو و چوسو میگیم شما ما رو ببخشید از بیادبیمون. واقعا بچه یه چیزی یادمون رفته. اگر ما بیشتر از 20 بار بیافتیم قیافمون تار بهتون نشون میدیم. بله نمیخوام این مرحله تا 20. آره اگه 20 بار بیافتیم قیافمون تار شده بهتون نشون میدیم. چی انتظار دارین؟ اولین بار افتادم من. چند بار الان افتادی؟ من یه بار. الان افتادی من یه بار. روی اینا میریم حرف نزنیم صدامون ضبط نمیشه برای بچه‌ها. بچه‌ها امروز من هندز فریمو متاسفانه گم کردم. نمیدونم هندز فریم کجاست و نمیتونیم با میکروفون ویدیو بگیریم صدامون بده. وای بچه‌ها پدر گرامی من خواب است. من داشت شیوه میکنم قطعا الان میاد با کمر اصلا بابام میاد کمر من چرا اصلا بابام تو زندگی من کتک نداد چه جو میدی. 3 بار افتادم وای. بچه اسمش ثبت کردم به خاطر همینه. خاک سرت. اینجوریه بچه‌ها. میمیری تو سانسورش کنی. یادم ادیتورش. بچه همه ویدیو رو من ادیت می‌زنم اما هانس ادیت. بچه‌ها من چون ویدیو پارت 1 رو چون نداشتم واسه همون نکردم. بچه ادیتش ما انقدر اسکول پارت 2 رو گرفتیم بچه‌ها. یه بار همین پارت رو انقدر اسکوله. خب چیکار کردش بچه‌ها ها؟ فکر می‌کنیم پاکش کرد. پاکش کرد. عالی بود پاک کرد. بچه من 5 بار نخورده 4 بار افتادم و در پارت 2 به گول سگ میرم. پارت 2 که قبلی که من دستم خون ازش کردم و انقدر خوب شده بود گفت اینو نگفتم که اگه 20 بار ببینیم چرا نشون میدیم همونطور نشون میدیم. بچه‌ها من میخوام برم خودم بکشم با اجازهتون. من هم اینه 758 تا حد رو بچه اینجا به خودم مطمئنم هانس چیت زده رفته. چیتر بچه توی پارت قبل انقدر چیت زد. بچه همش بچه 100 تا مرحله من رفتم اینم کریتیو کرد اومد. به خدا میگم دروغ نیست چیت زد. بچه مدرک هم دارم بدون ادیت ویدیو رو دارم براتون میذارم. حتی چند بارم تلپورت کرد خودش پیش من مجبور شدم سانسور کنم. بچه‌ها دروغ محض نیست. اینقدر نوب سگ خودش پیش من تلپورت میکنه. سومین بارم بود که این مپو میرفتم فکر کنم. سومین بار بعد این همونجوری سرتو بندازی پایین بری نه اینکه انقدر نوب باشه. چون نمیتونه. بچه قبول نیست. خدای قبول نیستی. یه چیزی یادم بهشون بگم. اگه یه قلب ازمون کم بشه حساب، اگه نیم قلب کم بشه حساب نیست بچه‌ها. اینو یادم رفت بگم. آره من سوال نمی‌دونم. بچه چی میشه؟ من نمیدونم چند بار افتادم. بچه تو رو خدا بزن یه بلاک از این ژله ها رو عسلا رو بکنم. اونجا واقعا سخته بچه‌ها. تو پارت انقدر چیت و تقلب زدیم خودمون.
اینجا فکر کنم بتونم نمیتونم. اینجا سخته برام. بابا رفت نمیدونم چی گفتم. خب آروم حرف میزنم. اگه میزنم بگو. من رسیدم آمتیس. بعد آمیتیس چیه؟ نمیدونم رنگی بچه و این مپ ما خیلی رفتیم و تو پارت یک بچه دمیج نخوردم. بچه تو پارت یک من دروغ گفتم ویدیوشو البته ویدیوشو دیدم، خدای دیدم ویدیوشو، ولی نزدیک به 10 بار مپ رو رفت. چی؟ ویدیو چی؟ من خبر ندارم. توی پارت یک دیگه داداشم. خب آره دیگه پارت یک چی؟ میگم که تو پارت یک الکی گفته بودم که من این ویدیو رو فقط ویدیوهاشو دیدم، نه مثلا پارکور رو قبلا من تو نومیس 178 بالا 870 بچه نومیس میگه به من نگین نومیس تو محلمون ما رو میشناسن. خدا کی تو رو میشناسه؟ تو گوزم نیستی، تو کی تو میخواد تو رو بشناسه؟ بچه به مناسبت اینکه چنل زدیم آقای نومیس ما رو سورپرایز کرد و بعد خودش موتور خرید ولی ما رو میخواد ببره موتور سواری. هم خودتون در جریان باشین. آقا نومیس مبارکه. نمیفهمم که چی؟ سلام در محله بچه فقط ببینید یک پسر نمیدونم دختر اسکلی رفته توی کامنت هانس گذاشته که دختری یعنی آخه کوفت زهر مار از اسکینش که من دوستشم خب از صداش معلوم نیست این دختر شما پسر آخه اینجوریه اسکل اگه اینطور بگید دیگه نمیان پیجمون رو نمیگیرن فالو داداش سرم حتما خودش همین خدا من یه تقلبی بکنم نمیتونم برم هر کی بوده خیلی بچه‌ها من اون آدم رو بلاک میکنم از پیج. بچه میشه تو خدا من شیتیه میشه لطفا بچه سوال مسخره تو کامنت ها نپرسید. یکی مثلا گذاشته کوچولو یکی گذاشته و مثلا هر دو خوبه. بچه‌ها یه تیکه ویدیو رو گذاشتم برای اینکه بگم حرفم رو راجع به اون که گفته کوچولو و خوبه پس میگیرم، چون همون آدم داخل کامنت ویدیوی هانس یه زر مفت زد دختران و من فلان که من و هانس جوابشو خیلی درست حسابی دادیم. ببخشید وقتتون رو گرفتم. بای. اینا خیلی خوبه. منو دیدین نه من فوش نمون منظورش این بود فکر کرد خودش مثلا خیلی بزرگ گوز خورد به تو گفت کوچولو زر زد. حرف کوچولو متنفر من متنفرم به من بعضی میگن کوچولو میگم من با اندازه خرسم پاهم سایز 40 هیکلم. پارت دوی قبلی بود که میگن نمیتونی غیرت تقلب کردن 4 تا بلاک ازش دارم من یه تقلب ریز میکنم بالاخره اومدم بچه من نشمردم چند بار افتادم. منم نشون تو ویدیو میبینیم بعدا میبینیم بذار جوش کنیم بچه قبول نباشه به خدا هواتنی نکنید. بچه من احساس میکنم 6 بار افتادم حسم میگه مثلا نمیدونم چند بار افتادم بچه من اون اینکه مرحله رو وانترای میرم این مرحله سخته ای خوش باله. بچه من به جان هر کی من نوب نیستم. هانس رفته بود آخر مرحله چیز رسیده بود آمتیز بعد انتظار نداشته باشین من الان به اون برسم. بچه یه چیز بگم توی اون مرحله که اورها بودن فهمیدیم به جای که میپردیم روی گل میتونستیم مستقیم بپریم روی زغال. الان یه تیک از ویدیو رو اینجا براتون میذارم توی ادیت. بله و من اینو نشون دادم. بچه‌ها اینجا منظور من این بود که به جای اینکه از روی اون دایمنده بپریم روی این گل میتونستیم مستقیم بپریم روی زغال و بریم. گفتم میشه من فکر کنم اینجا اسلایم نیست. داشتم دمیج نخوردم همینطوری میرفتم تمرینی تموم به بونس گفتم میشه یعنی نمیدم امتحان کن رفتی دیدی میشه هست یعنی سازنده این بازی تقلبی هم برای ما که الکی اون گل دو چرا واقعا ما میرفتیم از نه ما گاو بودیم که نفهمیدیم راست میگی نیست مرد خدا. اون تقلب برای ما گذاشته بعدم به اون بچه بعضی تو ادیت انقدر فوشو چرت و پرت میگیم خب رفته مرحله آخر. آره داشتم میگفتم انقدر چرت و پرت میگیم بچه قبول نباشه اصلا کل ویدیو شده سانسور کل ویدیو بوق الان هم همونجوری انقدر من فوش دادم فشاری شدم از دست اون آدمی که نوشته اسکول باید سانسور کنیم. نه اسکول پرنده است دیگه. بعضی میگن پرنده بدم میاد از منم بدن یه معنیش پرنده است یه معنیش هم فوشه که ما معنیمون فوشه. بازی کله پدر سازنده این بازی کله پدر من دهن این رو سرویس میکنم دهن این سازنده رو اگه ببینمش همین گوشم میکنم تو حلقش. تو پارتی کم گفته باشیم این مسابقه ای نیست فقط
چیزمون اینه که هدفمون اینه که با هم دیگه برنده بشیم. بچه اون ویدیو رو من پارت یک رو آپلود کردم و باورتون میشه حذف شد و الان شما این ویدیو رو دارید میبینید، قطعا پارت یک دیگه آپلود شده. فعلا یه شورت ویدیو گذاشتم از پیج خودم و اینجا هم پیج هانس رو مثل همیشه میذارم براتون، چون که ویدیوی بالی میذاره. بچه قرار که منم اگه یه رنگی رو ببینم بمیرم و اونم بذارم. من اونو گذاشتم با رنگ زرد، رنگ هانیای قشنگ. حالا من نمیدونم با چه رنگی بذارم، شاید صورتی شاید قرمز. دمش نخوردم. شایدم بنفش. بنفش آخه هست، خیلی هست. هی بابا چی نیم قبل دمش خوردم. بچه من با رنگ زرد رفتم، رنگ این نردبونه داشتم میکندم، داشتم میکندم. بچه ها مردن رفتم محل قبلی. بچه من ادرسم بود نمیدونم اینجا یه تقلبی بکنم. ببخشید. چرا؟ من نمیتونم. بچه داره کریتیو میکنه. میخوام یه بلوک بردارم. من اصلا امروز نه چیتی زدم نه هیچی. بچه خودتو ببخشید دیگه قرآن مجید من نمیتونم. من حتی بانزم نمیتونم. داشتی میگفتی نه ادیت تو ادیت سوت میذار بوق میذارم. من میخواستم بگم اون یکی اسمم. بچه واقعا حواسم نموند و دفعه قبلی ویدیویی که آپلود کردم رو اشاره یه جور گذاشتم که صفحه کوچیک باشه. بچه من اسمم اومد اونجا سانسور. ویدیو رو بعدم ببینم ادیت کنم و اسکولا شره دارم بفرست. ادیت میزنیم الان. بچه ادیت هانس یعنی افتضاح به معنای واقعی کلمه. اصلا تا حالا ویدیویی که من وای اینجا آمدم مختار اینجا بچه ویدیو ادیت من خیلی هم خوب. اصلا تا حالا ادیت من رو ندیدم. من ادیتشو دیدم. من چند تا از ادیتاشو اینجا براتون میذارم تو تصویر. Huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü. اصلا من ادیتم بد. به من تنه میزنی پپک خوبه. نگفتم بگو خوبه. اینطوری کردم. اصلا ویدیو ادیت من زدم نه یه ویدیو ادیت زدم بچه بر خودمون که نمیتونم نشون تصویرامون هست باشیم نسا و دیگه من عاشق این ویدیو هم بعد چون من بهش یاد دادم چجوری اون مدلی کنه. اصلا من به تو اسکل من به تو یاد بچه دادم چجوری میشه. نمیدونست ادیت چیه. من این شات داشتم و ادیت میزدم. بچه داره تو در گوش من میگه که دیگه نگو دعوا میشه، میخواد آبروی خودش الان بچه اون ویدیویی که درست کرده بونس هانس و خب اینا من اینجا الان براتون میذارم. خب دقیقاً اینجا صفحه براتون میذارم و قیافه‌هامون رو سانسور میکنم براتون، هم که خود ادیت زدی گذاشته اینستا. آره قیافه‌هامون اینجا سانسور میکنم براتون میذارم خودتون ببینید. خب بچه‌ها یکی از ادیت‌های خودمو میذارم براتون همینجا، بعد برید ببینید. خب الان من همینجا وایسادم که ببینید. دارید میبینید ویدیو نمیگیرم. همین الان ادیت منو ببینید. من زیادم نمیدونم ولی ببینید. ادیت هم خوبه. بچه دارم ویدیوی منو میبینم. آره این یکی از ادیت های منه. خب خودتون بگین کی بهتره. من بهش یاد دادم که مثلا نمیدونم دور و بر ویدیو رو تار کنه، یکم ایموجی بذاره یا مثلا ترانزیشن بذاره. هیچی بلد نبودم زر اسمتو میزنم. بس خفه اسمت. بابا الان بیدار میشه میام میزن تو کله تو، بعد میزنه تو کله من. فکر کنم من دیگه یه تقلب ریز دیگه باید بکنم. دیگه خودتون ببخشید. بچه کلا با تقلب دارم. من یه بارم تقلب نکردم. بچه ها زر میزنه. خودم شنیدم بچه حرفشو باور نکنید خودش داشتی منو مینداختی اسکل. بچه ها انقدر بی‌دفاع و اسکله میاد به من تنه میزنه. نگو آبرومونو میبری. من نگفت دیگه بسش کن. من دارم به تنه میزنم میگم بس کن دیگه. خودت داری شروع میکنه. من دوست دارم فضول نباش. هرچی گفتی خودتی آینه. همه چی از من داره تقلید میکنه. یعنی تا دید من در گوشتون یه چیز میگم اینم میگه دیدین آدمتون رو بشناسی. من دیگه نمیخوام با این رفاقت کنم. نه خواهرم نه من دیگه ویدیو نمیگیرم با این. خوری گوز بخور با کشتن.
من غذای تو رو نمیخورم، تو رو تولید میکنم. چرا که من دیدم فکر آی ریدم. من تکرار نکردم تو هم کافی باید نفسم بیره. ادا داره میاد. ادا چیه؟ گوه ادا که تو در میاد. بچه با هم چند همه دوست داشتیم که حرف من تقلید پشت کرد. میذارم. من حرف پشتش نداشتم چون حقیقت ها رو میگم تو ناراحت میشه. بچه من واقعا تعداد افتادن از دستم در رفته. بعد اینکه چون یکم هم حالا میکنه نمیدونم. براتون میذارم خودتون بعدم ببینید. بچه ها دیدین چقدر انقدر میترسه حرفایی که من میزنم و شما بشنوید. خوشم داره همون کار تقلید میکنم. ببینید آدم های تقلید کار دورتون رو میشه بشنوید. بهتون بگم که بعضیا نباید بشنون. خب تیکه میده خدایا تیکه رو از ایشون یاد بگیرید. بچه سیسکا من 27 بار افتادم به جای 20 بار. من نمیدونم چند اگه الان تو ادیت بود ویدیومونو میذارم براتون. خداوندا من رو شفا بده، یعنی ببخشید هانس رو شفا بده، به من به من پال بهش بده. پا بدی. گفتم پول. یه دفعه اومدی من سکتر رو زدم. بچه ببخشید اگه دارین کر میشید ازتون عذر میخوام. یه دفعه دیدم یه نفر وارد شد. بلاک چیه اینجا گذاشتی؟ چرا تقلب کردی؟ خب میدونم بچه تقلب این کرد. اینجا سه تا بچه چه آدم. از اول باید بری عزیزم. وقتی تقلب میکنی اونجا اسلایم گذاشتی، من عمم میتونم برم با عمم میتونم. بچه تقلب کارو میبینید؟ بچه من ویدیو رو آپلود نمی کنم هرگز و دیگه با هانس ویدیو نمیگیرم. خدافظ بچه ها تا یه ویدیو دیگه. من قد نمی‌کنم. خدافظ بچه ها. می‌خوام یه چیزی بگم. من دیگه با هانس ویدیو نمیگیرم. خدافظ. بچه من واقعا عذر میخوام دوره ویدیو هول هولکی تموم شد. از دست هانس عصبی شدم. ای نداره این دفعه سعی میکنم که بهش یاد بدم انقدر تقلب نکنه. آره و تا یه پارکور ویدیو دیگه. بای.